تو این فیلم میخوایم راجع به بیلان‌های مالی سیستم حسابداری 90 با هم صحبت بکنیم. در قسمت گزارشات بیلان‌های مالی چند تا گزارش هست که در حقیقت مهمترینشون ترازنامه است. ترازنامه یا بیلان مالی یه جورایی میشه گفت کل سیستم شما رو بررسی میکنه، دارایی‌هاتون و بدهی‌هاتون و درآمد رو، هزینه رو و سرفصل‌های اینا رو به صورت تفکیک شده به شما نشون میده. اگر گزارشش رو بگیریم، از دارایی‌ها شروع میشه، تمام اینها رو به تفکیک به شما نشون میده، جمع دارایی رو حساب میکنه، بعد بدهی‌ها رو حساب میکنه، جمعش رو حساب میکنه و ما به تفاوت اونها میشه ترازدور عمل کرد که در ابتدای دوره طبیعتاً اگر اعدادتون درست وارد شده باشه و سرمایه و اینا رو درست تعریف کرده باشید این عدد صفره، ولی در حین دوره این عدد مرتب تغییر میکنه و نشان دهنده سود و زیان شماست. درآمد حاصل از فروش نوشته میشه و در نهایت قیمت تمام شده کالا و موجودی کالای اول دوره تا میاد دوباره قیمت تمام شده کالا، سود یا زیان ناویژه رو حساب میکنه براتون و در نهایت سود یا زیان ویژه که این عددی که اینجا هست اگر گفتم اطلاعات اول دورتون درست باشه همیشه باید با عددی که در قسمت ترازدور عمل کرد هست یکی باشه و اگر یکی نباشه یعنی یه جایی اشکالی به وجود اومده و عددها درست وارد نشده. سریع شما باید بررسی بکنید و اون رو پیدا بکنید و حلش بکنید. 3 تا اینجا تیک داریم. معمولا بیلان مالی رو تا یک تاریخ شما میتونید بگیرید، یعنی از تاریخ نداره. یعنی شما فقط میتونید بگید که بیلان من رو تا تاریخی که میخواد یا بدون تاریخ تا پایان ورود اطلاعات به شما بده. یه زمانی هست که شما مال یک بازه زمانی خاص رو میخواید بررسی بکنید، اون موقع حتما باید این به صورت دوری و 3 ستونی رو روشن کنید. میبینید ازش روشن میشه. الان اگر از تا و از رو پر بکنید و تا رو پر بکنید یا 2 تا تاریخ بزنید مثلا بگیم از مثلا 1/3/90 تا به عنوان مثال 31/12/90 و به صورت دوره‌ای مشخص بکنید. این بار ستون ها بیشتر میشه تا تاریخ اولیه تا تاریخ ثانویه به اختلاف. برنامه میاد 2 تا تراز میگیره، یعنی 2 تا بیلان مالی میگیره براتون. یه بار تا تاریخ که به عنوان از تاریخ شما وارد کردید، یه بارم تا آخرین تاریخی که وارد کردید و اون بیلان ها رو وقتی از هم کم بکنه اختلافش نشون میده که شما در اون بازه زمانی مثلا موجودی کالاتون چقدر افزایش داشته، اموالتون چقدر افزایش یا کاهش داشته و در نهایت سود و زیان اون بازه‌تون چجوری بوده. پس اگر میخواید راجع به بازه دقیقاً بحث بکنید حتما باید این تیک رو روشن کنید. فقط گردشدار هم آیتم هایی رو توی بیلان درج میکنه که گردش داشتن. اگر گردش نداشته باشن اون رو حذف میکنه تا بررسی کار شما راحت تر بشه و جدولتون کوچیک‌تر بشه. ارزش افزوده هم اگر تیک جداش رو بزنید که معمولاً اگر ارزش افزوده استفاده میکنید این رو بزنید، در این صورت از دل فروشتون ارزش افزوده جدا میشه و در آیتم مربوطه به عنوان بدهکاری یا بستانکاری سازمان امور مالیاتی درج میشه تا شما به موقع بتونید مبلغ رو پرداخت بکنید و از حسابتون اون مبالغ جدا بشه و توی فروشتون محاسبه نشه. این میشه بیلان مالی. مورد دیگه ترازنامه دوره عملکرد هست که فقط دارایی‌ها و بدهی‌های شما رو دقیقاً محاسبه میکنه. باز در 3 ستون به صورت دیفالت به شما ارائه میشه. یکی مال اول دوره یعنی تراز افتتاحیتون، ستون دوم تا تاریخی که شما مشخص میکنید و ستون سوم باز ما به تفاوت و اختلاف این دوتاست که باز نشون دهنده افزایش یا کاهش در آیتم های شما هست. گردشدار هم به همین ترتیبی گفته شد. یه فیلتر دیگه هم هست به نام نوع اول یا نوع دوم. توی نوع اول فاکتورهای مرجوعی شما از فاکتورهای مرجع کم میشه، یعنی اگر مرجوعی فروش زده باشید از فروشتون کم میشه، مرجوعی خرید زده باشید از خریدتون کم میشه که به حالت استاندارد اینطوریه. ولی بعضی از دوستان دوست دارن که مرجوعی فروش به عنوان فاکتور خرید لحاظ بشه، یعنی به عنوان مرجوعی لحاظ نشه. اون موقع میتونید بیاید رو نوع دوم و اگر توی نوع دوم بذارید دیگه مرجوعی از مرجع کم نمیشه و خودش به عنوان فاکتور مستقل عمل میکنه. مورد بعدی صورت سود و زیان هست که در حقیقت همون قسمت دوم ترازنامه است. ترازنامه شما اول دارایی بدهی‌ها رو آورد، بعد درآمد و هزینه رو، یعنی صورت فروش رو آورد و قیمت تمام شده کالا رو حساب کرد. صورت سود و زیان دقیقاً قسمت دوم ترازنامه‌تونه.
نمودارهای ماهیانه هم در چند مدل فعلا برای شما آماده شد که البته فیلتراژ فعلا کمه، در آینده اضافه خواهد شد. اسناد دریافتنی بر اساس تاریخ دریافت، بر اساس تاریخ سررسید، اینها رو به صورت ماه به ماه به صورت نمودار به شما نشون میده. نمودار فروشتون رو، خریدتون رو و نمودار هزینه هاتون رو ماه به ماه حساب میکنه و نمودارش رو به شما نمایش میده.